کشف شیء عجیب ناشناخته توی کرانه های خلیج فارس که همه رو به وضع و محققان غواصان در اطراف خلیج فارس یک شیء مرموز و عجیب کشف کردند که توجه همه را به خود جلب کرده. این شیء که به عنوان یک سازه زیر آبی ناشناخته به طرز شگفت انگیزی شبیه به آثار باستانی و تمدن‌های گم شده است. محققان در حال بررسی این شیء هستند تا منشأ آن را مشخص کنند. آیا این یک سازه تاریخی است یا پدیده‌ای جدید؟ این کشف به سرعت در رسانه‌ها پخش شد و کارشناسان مختلف از رشته‌های گوناگون نظرات و فرضیات متعددی را ارائه دادند. برخی از آنها معتقدند این شیء می‌تواند نشانه‌ای از تمدن باستانی باشد و دیگران به فرضیات علمی و جدید بودن این شیء اشاره دارند. به نظر می‌رسد این کشف می‌تواند درک ما را از تاریخ و جغرافیای خلیج فارس عمیق‌تر کند و تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود. آیا این شیء می‌تواند پاسخی به سوالات قدیمی درباره تمدن‌های گم شده باشد؟ کشف این شیء توسط یکی از بانوان سرزمین به طور کاملا اتفاقی که هنگام غواصی در آبهای خلیج فارس بوده این شیء را مشاهده کرده. روی این شیء حکاکی هایی وجود داره که به نمادهای مذهبی اشاره داره که شامل یک صلیب که اشاره به دین مسیحیت، یک شعله آتش که مربوط به زرتشتیانه و یک شمعدان که دین یهود اشاره کرده و یک قوس شبیه به طاق ضربی که به دین مسلمانان مربوط میشه پرداخته. همه این نمادها داخل یک گل 4 برگ آورده شده. بیرون این گل یک ان انگلیسی که به نظر میرسه نشانگر جهت شمال باشه که داخل یک مثلث نمایانه. تصمیمات برای پژوهشگران باستانشناسی اعلام شد که بررسی های بیشتری در این زمینه انجام بدن، اما صیقلی بودن این شیء با گذشت زمان زیاد که حتی هیچ گونه رسوب از حجم رسوبی که در دریا وجود داره خیلی ها رو به شک برده و نظر اونا اینه که این شیء جدیده و ممکنه توسط یکی از کشتی ها به دریا انداخته شده باشه. سوال اینجاست که این شیء چیه؟ شاید بتونیم علائم مذهبی و علامت شمار رو در کنار همدیگه در بازه زمانی نزدیک به دوران صفوی و به جهت حضور دولت‌های بیگانه مانند پرتغالی‌ها و سپس انگلیسی‌ها تصور کرد، اما با توجه به جنسیت حدس زده شده فعلا نمیشه این شیء رو به تاریخ مرتبط کرد. خلیج فارس از هزاران سال پیش تا حالا از پیوستن آبراهه‌های مهم و تأثیرگذار تاریخ و تمدن ایران بوده و بستر دریایی با دارایی طبیعی خودش دارای اهمیته. زمین سازی این موضوع همیشه توجه بیگانگان رو در نواحی دورتر به خودش جلب کرده. بنابراین این جمعیت ها و تمدن ها اثرات زیادی را در پهنه بستر این خلیج ارزشمند از خود جای گذاشتند. اشیاء کشف شده شامل کشتی های غرق شده و اشیاء عادی روزمره و تجاری بودند و کشف اثر مذهبی بسیار در بین اونها نادر و کمیابه. کشف های عجیب و غریب که توی اقیانوس ها میشه همیشه یه جوری سعی میکنن اونا رو از مردم پنهان کنن. حالا شما بگید نظر شما چیه؟ لطفا نظر خودتون رو کامنت کنین راجع به این شیء عجیب که آیا باستانی بوده یا جدید. چون برخی از منابع محلی میگویند این محراب سمبل کره زمین و نماد 4 دین الهی کلیمیان، مسیحیان، زرتشتیان و مسلمانان است و جنس آن از فایبر گلاس که در سال 1392 توسط اسماعیل دلشاد یکی از جانبازان کشور در قالب برنامه‌ای در دریا نصب شد. ولی کشف‌های عجیب توی دریا همیشه در حال پنهان شدنه، مثل شهر گم شده آتلانتیس که چند تا شهر توی اعماق اقیانوس‌ها پیدا شده که در ویدیوی بعدی براتون راجبش صحبت میکنم.